خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تشکر از خداوند سبب رشد و توسعه و توانمندی و برکت خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمتت افزون کند. و چقدر نیاز داریم که بنده شکرگزاری باشیم تا برکت‌ها در زندگی ما و شما زیاد بشود. بحثی که دیروز شروع کردیم بحث دعا بود، به مسائلی اشاره کردیم، اما امشب دنباله همون بحث دعاهای زیبایی خونده شد. بالاخره هم آمین گفتید. امید اجابت هست. قبل از اینکه امید به اجابت داشته باشیم از خداوند می‌طلبیم که این دعاها را خالصاً لوجه خودش قرار بده، چون اگر انسان بهش دعا الهام شد و در دعاش خالص بود اجابت 100%. چون ما مشکل اجابت نداریم، مشکل دعا کردن و مخلص بودن در دعا داریم، چون دعا هم عبادت، در نتیجه هم متابعت درش لازمه و هم نیت و اخلاص. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند ادعونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. از این دیگه صریح‌تر و واضح‌تر نیست. ادعونی استجب لکم. خداوند میگه که ادعونی، مرا بخوانید، اشاره به خودش میکنه. تنها کسی که توان حمایت و نصرت و حفاظت و توفیق و رشد و توانمندی ما رو داره الله هست. همه چیز ما به دست اللهه. ما بندگان اللهیم، الله هم رب ماست. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز ما باید برای الله باشه. دعای ما هم که جزء عبادت هاست، بلکه مخ عبادت، بلکه عین عبادت، باید برای الله باشه. دعا بزرگترین قدرتی که متاسفانه خیلی از مسلمانان دعا رو دست کم میگیرن. اگر دعا با نیت و آداب و شروط، چه از نظر زمانی، چه از نظر مکانی، چه از نظر نوع دعا، چه از نظر وقت دعا، با اون حالتهای معنوی، با همه مسائلی که در دعا هست و برطرف ساختن موانع دعا، علاوه بر این که باید آداب و مسائل دعا و شروط دعا و زمان و مکان دعا و کلمات دعا و نوع خواسته ها باید مشخص بشه، در چارچوب مسائل تعریف شده از نظر دینی باشه، باید موانع دعا هم برطرف باشد. یکی از موانع دعا حرام خوری است. یکی از مسائلی که دعا رو کمرنگ میکنه یا مانع میشه که دعا مورد اجابت واقع بشه حرام خوری است. مال حرامی است که بالاخره خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، بدون وسواس به خرج دادن در جذبش بالاخره وارد زندگی ما و شما آمد شده. و چقدر زیاد امروز بالاخره آثار ربا و اموال حرام همه رو در بر گرفته، مگر کسی که خدا رحمش بکنه. این تو این دور زمان واقعا
حلال خوری یکی از مشکل ترین اعماله، ولی خب بعضی انسان ها واقعا موفقن و توفیق دارن. برمیگردیم ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت میکنم. این امر و اجابتش هم منوط بر تحقق این امر، شرط و مشروط. پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند هیچ بندی از بندگان خدا در اجابت دعای خود شک نکنه. اطمینان داده به همه. هیچ بندی از بندگان خدا در اجابت دعا شک نکنه. 3 حالت داره براش اجابت میشه. در 3 حالت اگر خداوند مصلحتشو در این که فوراً در دنیا اجابت کند و اون خواستشو بده، مصلحت دید بهش میده. مهمترین ادبی که باید در دعا رعایت بشه این که به خدا بگیم خدایا اون چیزی که ما از شما میطلبیم اگر صلاح دین و دنیا و آخرت ما درش بود به ما بده. بعضی موقع اصرار میکنیم میگیم حتما بده، الا بالله بده. یه وقتی تحملش ندارید میگیم مال بده، اول بگو ظرفیت بده. میگیم پست و مقام بده، اول بگیم ظرفیت بده. بچه‌مو جمال بده، این نوزادی که میخواد به دنیا بیاد زیباترین نوزاد محله باشه. بگو خدایا سالم و صالحش بکن، جمالش درست میشه. من دیشبم گفتم که ما 2 تا اصطلاح داریم در اصطلاح و واژه‌های دینیمون، یکی سیئه و یکی حسنه. درسته؟ سیئه و حسنه در لغت عرب میگن فلان اساء الی فلان، یعنی فلانی به فلانی بد کرد، بدی که سبب ناراحتی و رنجشش بشود، سبب اذیت و آزارش شد. اساء الی فلان یا بهش بدی کرد. محال کسی مرتکب گناهی بشه و اون گناه به صاحبش که مرتکبش شده بدی نکنه، اذیت و آزار نرسونه، نجاست نرسونه. مهمترین بدی که گناه به انسان میکنه این که رابطه اونو با خدا قطع میکنه. از این دیگه بالاتر وقتی رابطه انسان قطع شد، انسان دچار تنگی نفس میشه، یعنی سینه، دل تو قفسه سینه فشرده میشه، چون بدن انسان و قالب انسان و روح و روان انسان برای گناه ظرفیت سازی نشده. اگر من و تو بنده خداییم پس ظرفیت سازی برای طاعته. در نتیجه گناه انسانو دربدر میکنه، انسانو منفجر میکنه، انسانو پریشان و پراکنده و ذلیل و خار میکنه، دربدر میکنه، اصلا نابود میکنه. اما حسنه چیه؟ پس انتظاری از سیئه نداشته باشید که به شما جمال بده، به شما حسن بده، به شما بها بده، به شما زیبایی بده. اما برعکسش واژه حسنه چیه؟ حسنه یعنی زیبا. فلان احسن الی فلان، فلانی به فلانی خوبی کرد. اگر به کسی خوبی کردی سبب شادی روح و روانش میشی یا نمیشید؟ سبب تراوت و شادابی او میشید یا نمیشید؟ پس خاصیت کارهای خوب و حسنات این که سبب حسن انسان و جمال انسان و زیبایی انسان، هر کار خوبی یه حسنی به محاسن تو افزوده میشه، به جمال و زیبایی تو، به طهارت و پاکی تو، به امنیت و آرامش تو، به توفیقات و برکات تو، به توانمندی و مسئولیت تو. مسئول میشی، توانمند میشی، رشد میکنی، توسعه پیدا میکنی، به خاتمه به خیری تو. پس بیام با اعمال شایسته به حسنمون بیافزاییم، به جمالمون بیافزاییم.
به خوبیمون بیفزاییم.